فرکانس شبکه بر ماهواره هاتبرد و بر ماهواره نایل سات واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا إمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان گرامی، دوستان عزیز، سلام الله علیکم و رحمت الله و برکاته. در قسمت گذشته برنامه احکام فقهی در پرتو احادیث نبوی خدمت شما دوستان عزیز احادیثی را بیان کردیم که متعلق به بعضی انواع آبها بود، آبهایی که در آن حیوانات درنده مثل سگ دهان خود را میزند و از آن می نوشد، و آبی که از آن پشک می نوشد. آن آبها چه حکم دارد؟ و همچنین آبهایی که انسان استعمال میکنه، آیا پسمانده انسان پاک است یا ناپاک است؟ این احکام را در هفته گذشته در پرتو احادیث نبوی بیان کردیم و در این قسمتی از برنامه خدمت شما دوستان عزیز هم در مورد انواع بعضی از انواع آبها و خدمت شما هستیم، و اینکه ماده آب ماده پاک کننده است و نجاست در جایی که واقع میشه، چه زمین باشه و چه فرش باشه و چه لباس و کالا بوده باشه، توسط آب پاک میشه. و همچنین موضوع ازی که در آب یا در طعام اگر مگس بیفته چه حکم داره، این احکام را ان شاء الله در پرتو احادیث نبی اکرم صلی الله علیه و سلم خدمت شما بیان خواهیم کرد. حضرت انس بن مالک رضی الله عنه روایت میکند که فرمودند: جاء اعرابی فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. راوی این حدیث جناب انس بن مالک خادم النبی صلی الله علیه وسلم هستند. نامشان انس، نام پدرشان مالک، که از اهل مدینه، از انصار مدینه بودند و از قبیله خزرج و از خاندان بنی نجار. و وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به مدینه منوره هجرت کردند، ایشان دارای 10 سال بودند، یا در بعضی روایت‌ها 10 سال و در بعضی روایت‌ها 8 سال و در بعضی روایت‌ها 9 سال. مادرشان آنها را به خدمت پیامبر صلی الله علیه و سلم آورد و گفت که این پسر من خادم شما من حیث خادم شما خواهد بود و این را من حیث خادم خود قبول کنین. از همان روز به خدمت پیغمبر خدا شروع کردند و تا که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم زنده بودند مدت 10 سال خدمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم را انجام دادند و ایشان
میفرمایند که خدمت النبی صلی الله علیه و سلم 10 سنین، من پیغمبر خدا را 10 سال خدمت کردم. فلم یقل لی فی شیء فعلته لما فعلت هذا، من هیچ کاری را نکردم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای من گفته باشد که چرا این کار را کردی. ولم یقل لشیء لم یفعله لما لم تفعل هذا، و هیچ کاری را هم من نکرده بودم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای من گفته باشد که چرا این کار را نکردی. یعنی مدت 10 سال که من خدمت پیغمبر خدا را کردم، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که اخلاقی از او قرآن بود، همچنان که حضرت عایشه روایت میکنه کان خلقه القرآن، که اخلاقی از او منبعش قرآن کریم بود، در مدت 10 سال برای من نگفته که چرا این کار را کردی و چرا این کار را نکردی. این صحابی بزرگوار قبل از اینکه پیغمبر خدا وفات میکنه، مادرش دوباره این را پیش پیغمبر خدا میاره و برای پیغمبر خدا میگه که رسول خدا، این پسرم مدت 10 سال خدمت شما بود، در خدمت شما بود، شما برای ازی دعا کنین. همین است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید اللهم بارک له فی عمره و فی ماله و فی ذریته، ای بار خدایا در عمر ازی و در نسل ازی و در مال ازی برکت بنداز. و همین است که به نتیجه دعای پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایشان عمر طولانی میکنن، تقریبا 103 سال عمر میخورند، در بعض روایت ها 103 سال و در بعض روایت ها 99 سال و مالشون هم زیاد میشه. ما یک جمله صحابه های مالدار میگردن. در بعضی روایت ها میگه که ایشان باغی داشتن در مدینه منوره که 2 بار حاصل میگرفت، باغای دیگه مردم 1 بار حاصل میگرفت و باغ ایشان به برکت دعای پیغمبر صلی الله علیه و سلم 2 بار حاصل میگرفت. و همچنین الله متعال در ذریه ایشان برکت انداخت که ایشان خودشان میگن که من در زندگی خود 100 نفر از نسل خود را من به قبر گذاشتم، یعنی تا که من زنده بودم تقریبا 100 نفر از نسل من، از پسران من، از دختران من، از نوگان من وفات کردن و من آنها را در قبر گذاشتم و اینکه چقدر از آنها زنده بوده والله اعلم. با برکت دعای پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایشان هم عمر زیاد کردند و هم مالشان زیاد شد و هم در ذریعهشان خداوند برکت انداخت که ذریعه زیادی داشتند. بعد از وفات پیغمبر صلی الله علیه و سلم انس بن مالک هم همچنان دیگر اصحاب کرام در مدینه منوره نشستند، بلکه این دینی که از پیغمبر خدا آموخته بودند این دین را برداشته بر سایر جهان سفر کردند و این دین و علمی که آموخته بودند به دیگران رساندند. آنها در خلافت عمر بن الخطاب امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه به بصره سفر کردند و در آنجا با مردم را علوم دینی را یاد میدادند و مدرسه داشتند که شاگردای داشتند که از آیشان علم آموختند و در آنجا زنده بودند تا اینکه در سال 93 هجری و در بعضی روایتان 91 هجری و در بعضی روایتان 92 هجری در بصره وفات کردند که همچنان گفتم که عمرشان 103 سال بود و در بعضی روایتان 99 سال بود که آنها آخرین صحابه بودند که در شهر بصره از این دنیا رحلت نمودند. این صحابه بزرگوار روایت میکنند که روزی از روزها در مسجد نبوی نشسته بودیم با مجموعی از صحابه و پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم نشسته بود. یک اعرابی، یک بادیه نشینی آمد که از احکام دین هیچ خبری نداشت و رفت در یک ناحیه از مسجد، در یک طرفی از مسجد به پیشاب کردن شروع کرد. وقتی که صحابه کرام این را دیدن، بعضی از آنها به من کردن از او شروع کردن، گفتن مه یعنی منو شو، و بعضی ها استاد شدن از جای خود برخواستن تا که او آدم را منع کنن. پیغمبر صلی الله علیه و سلم نبی رحمت، نبی که الله متعال در شأن از او میفرماید لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. پیغمبر خدا با مسلمان ها مشفق و مهربان بود. این نبی مشفق و مهربان نخواست که ضرری به این انسان جاهل، به این انسان نادان، به این انسانی که از احکام شریعت خبر نداشت، از آداب مسجد خبر نداشت، به این انسان ضرری برسه. همین است که پیغمبر خدا صحابه را منع میکنه، میگه که بگذارین که این انسان قضای حاجت خود را تکمیل کنه و کار خود را تمام کنه و بعد از اینکه کار خود را تمام میکند، قضای حاجت خود را تمام میکند، پیغمبر صلی الله علیه و سلم سطلی از آب را میخواهد، دلوی از آب را طلب میکند و این دلوی از آب را بالای پیشاب این شخص میرزد تا که پیشابی از این پاک شود. بعد از او این شخص را پیش خود میخواهد و برای از او احکام مسجد را و احکام دین را یاد میدهد و برای از او میگه که ان هذه المساجد بیوت الله،
این مساجد که از خانه های خداست. فلا تصلح فیه شیء من البول والقاذورات، هیچ چیزی از این گندگی ها امثال پیشاب و دیگر گندگی ها در داخل مسجد جواز نداره که کرده شود. انما هی لذکر الله عز وجل و قراءة القرآن، مسجد به خاطر ذکر خداست، به خاطر نماز خواندن است و به خاطر قرائت قرآن کریم است. حضرت انس بن مالک فرمودند جاء اعرابی فبال فی طائفة المسجد، یک اعرابی آمد. اعرابی یعنی بادیه نشین، هر بادیه نشینی که از بادیه بیاد او اعراب گفته میشد. کسی که در قریه و در شهر زندگی نکنه بلکه در بادیه زندگی کنه او اعرابی گفته میشه. و چه عجم باشه چه عرب بوده باشه، مختص به عرب نیست که اعرابی از عرب بوده باشه، بلکه اعرابی هم بادیه نشین هم از عجم می بوده باشه و هم از عرب. و این اشتباه است که بعضی مردم اعراب را نسبت به عرب میدهند. عرب نسبتش عربی است نه اعرابی، اما اعرابی نسبتش به اعراب است، کسانی که در بادیه زندگی میکنند. در بعضی از روایت ها، در این روایت که امام بخاری روایت کرده در اینجا نامش نیست، اما در بعضی از روایت ها ذوالخویصر الیمانی بوده. در بعضی روایت ها میگه که نامشان ذوالخویصر الیمانی بود. این بادیه نشین میگه آمد فبال فی طائفة المسجد، در یک ناحیه از مسجد پیشاب کرد. طائفه ناحیه یعنی یک قسمتی از مسجد، قطعه من الارض گفته میشه، یعنی قسمتی از زمین را طائفه من الارض گفته میشه. طائفه المسجد یعنی یک ناحیه از مسجد رفت و با پیشاب کردن مشغول شد. فزجره الناس در اینجا صحابه‌ای که در محضر پیغمبر صلی الله علیه و آله موجود بودن، اینها با منع کردن از شروع کردن. فزجره الناس یعنی منعه الناس. در بعضی روایت‌ها میگه که قام الیه الناس لیقعوا به، مردم خستن تا که او را بزنن. و در بعضی روایت‌ها دیگه میگه که فقال اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله مهما، اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و آله که در محضر پیغمبر صلی الله علیه و آله نشسته بودن صدا کردن که مهما یعنی منو شو، این کارا نکن. فنهاهم النبی صلی الله علیه و آله، پیغمبر خدا آنها را منع کرد، گفت بگذارن که این آدم قضای حاجت خود را خلاص کنه. و در بعضی روایت‌ها میگه که پیغمبر صلی الله علیه و آله به ایشان فرمود فانما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، ما و شما روان شدیم به مردم که کارها با مردم آسانی را بیاریم، در این دین را به مردم آسان جلوه بدهیم، نه روان نشدیم به این که دین به مردم سخت و مشکل و دشوار جلوه بدهیم. فلما قضا بوله امر النبی صلی الله علیه و آله بذنوب من ماء فاحرق علیه، وقتی که این انسان، این بادیه نشین، این اعرابی قضای حاجت خود را خلاص کرد، پیغمبر صلی الله علیه و سلم امر کرد که یک دلوی پر از آب آورده شود. دنوب دلوی را گفته میشه که پر از آب بوده باشه، سطلی که پر از آب بوده باشه او را دنوب گفته میشه. و همچنین در بعضی روایات است سجل هم به این معناست، یعنی یک سطلی پر از آب را خواست و پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای پیشاب این انسان ریخت تا که جایی که انسان پیشاب کرده اونجا پاک شود. و در این حدیث را متفق علیه است که امام بخاری امام مسلم روایت میکنه و همچنین در ابو داود هم این حدیث آمده و در بعضی از روایات ها آمده که پیغمبر صلی الله علیه و بعد از این انسان را خواست و گفت که ان هذه المساجد بیوت الله، این مساجد خانه های خداست، لا تصلح لشیء من هذا البول ولا القدر، این پیشاب کردن و قاذورات انداختن در داخل مساجد صحیح نیست. و انما هی لذکر الله عز وجل و قراءة القرآن، بلکه این مساجد به خاطر چیست؟ به خاطر ذکر خداست، به خاطر تسبیح گفتن خداست، به خاطر نماز خواندن برای خداست و برای قرائت قرآن کریم است. احکامی که ما از این احکام فقهیه که ما از این حدیث شریف استنباط میکنیم، اول این است که بول یا پیشاب انسان قاذور و ناپاک است. پیشاب انسان ناپاک است و این با اجماع علما است که پیشاب انسان ناپاک است. و حکم دومی که از این حدیث ما استنباط میکنیم این است که وقتی که پیشابی که نجس است در جای میافته، در زمین میافته، ما باید او را چی رقم پاک کنیم؟ او توسط آب پاک میشه. و این هم با اتفاق علما است که توسط آب جایی که پیشاب میافته پاک کرده میشه. اما زمینی که در او پیشاب بافته آب در سرش انداخته نشود، بماند تا که آفتاب را خشک کنه یا چتلی بالای زمین بوده باشه، بادها بیا و چتلی طرف ببره و اثرش از زمین گم شود، آیا این زمین پاک میشه یا نمیشه؟ یک عده از علما میگن که جمهور علما به این نظر است که نه، نجاست را غیر از آب دیگه چیزی پاک نمیکنه. به زمینی که نجاست میافته، پیشاب یا دیگه نجاست میافته، باید به آب شسته شود زمین. اما یک عده از علما میگن که نه، اگر
این زمین را آفتاب بزنه و اثر نجاست را ببره یا بادها این را گم کنه اثر نجاست را از زمین هم پاک میشه. چون در ابن ابی شیبه روایت میکنه پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند زکات الارض یبسها، پاکی زمین خشکی از اوست. وقتی که نجاست خشک شد و اثرش از بین رفت توسط آفتاب و زمین پاک میشه. لیکن دیگه علما میگن که حدیث مرفوع نیست، حدیث موقوف است. اما این حدیثی که ما داریم حدیث مرفوع است و این حدیث صراحتا به این دلالت میکنه که وقتی که در زمین پیشاب میافته، وقتی که زمین چتلی میافته، هر نوع چتلی که بوده باشه و باید شسته شود و توسط شستن و زمین پاک میشه. و همچنین این حدیث به این دلالت میکنه که وقتی که در زمین نجاست میافته، با مجرد که ما آب را سری از اون نجاست میاندازیم و زمین پاک میشه، دیگه ضرور نیست که خاکی از اون طرف کرده شود، خاکی بالای از اون نجاست افتیده. اما بعضی از علما میگن که نه، اگر زمین سخت بوده باشه با مجرد که آب میاندازیم زمین پاک میشه. اما اگر زمین نرم بوده باشه، خاکدار بوده باشه، باید اول خاک از او گرفته او طرف انداخته شود و بعد از او در سرش آب انداخته شود. به هر صورت خلاصه احکام این است که بول انسان نجس است و نجاست وقتی که در زمین میافته توسط آب پاک میشه. و همچنین وقتی که در نجاستی در زمین میافته ضرور نیست که زمین کنده شود، بلکه در بالای از او که آب انداخته شود آب آثار از او را میبره و او زمین پاک میشه. فوایدی که ما از این حدیث استنباط میکنیم این است که باید انسان مسلمان احترام مساجد را داشته باشه. احترام مساجد بالای انسان مسلمان فرض و واجب است و انداختن قاذورات و چتلی در داخل مسجد از جمله اخلاق ناپسند است که پیغمبر صلی الله علیه و آله و اسلام این را رد کرده و در دین اسلام جایگاهی نداره. چون ببینیم که در آخر پیغمبر صلی الله علیه و آله میگه ان هذه المساجد لا تصلح لشیء من هذه القاذورات، این مسجد برای چتلی ها و برای بول و برای چتلی ها درست نشده و انداختن این چتلی ها داخل مسجد صحیح نیست. و فایده دومی که ما از این حدیث استنباط میکنیم میبینیم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم چقدر یک انسان رؤوف و رحیم بودن، چقدر یک انسان مشفق و مهربان بودن که نخواستن که ضرری به این انسان جاهل، به این انسان نادان برسه. و چون وقتی که او را منع میکردن و پیشابی از او یعنی نیمش خارج شده بود، نیم دیگهش در داخل مثانه از او میموند، ضرری صحی بر اون انسان میرسید. و همچنین باقی پیشاب از در کاله از او میزد که کاله از او چتل میشد. لذا پیغمبر صلی الله علیه و سلم از رحمت کار گرفتن و صحابه را منع کردن، گفتن که انسان را بانن که قضای حاجت خود را پورا کنه. و فوایدی که از جمله از این حدیث ما میگیریم این هم است که انسان باید در هر حالت با انسان جاهل و نادان از رفق و از نرمی کار بگیره و از سختی کار نگیره. و این دین یسر و آسانی است و دین سختی و عسر نیست. و همچنین از جمله فواید که ما از این حدیث استنباط میکنیم این است که وقتی که یک قاعده کلی است، برای قاعده کلی است که وقتی که دو ضرر در پیش روی ماست، یکی بزرگتر است دیگری از او که خفیفتر است، باید ما ضرر خفیف مرتکب شویم و ضرر کلان را دور کنیم از خود. در اینجا میبینیم که پیشاب کردن اعرابی در داخل مسجد خودش یک ضرر است، یک مخالفت حکم شرعی است. لیکن در مقابل از این ضرری که به این شخص میرسه بزرگتر است از این. اگر این شخص ما منع میکردیم داخل یک قسمتی از پیشاب از این داخل مثانه از میمون، ممکن به دچار به مشکلات به امراض میشد. و همچنین وقتی که ما منع میکردیم قسمتی از پیشاب از این شاید در کاله از این میزد، شاید در دیگر جاهای از مسجد میزد و این ضرر از این بیشتر بود. لذا پیامبر صلی الله علیه و آله این را منع نکرد، خواست که اون ضرری که از این که کمتر است که یک قسمتی از مسجد چتل و بینماز میشه و میشه که دوباره توسط یا پاک شود، لذا اخف ضررین یعنی چیزی که ضررش کمتر است او را خواست که مرتکب شود این شخص و او چیزی که ضررش بیشتر بود او را صحابه منع کرد که او را باید از پیشاب کردن منع نکنند. دوستان عزیز، این بود حدیث اولی که امروز ما خدمت شما تقدیم کردیم و این هم تعلق به انواع آب داشت که آبها پاک و پاک کننده هستند و نجاست توسط آب پاک میشه
و یک میان برنامه کوتاه میبینیم. بعد از او خدمت شما دوستان عزیز هستیم با حدیث دوم از احادیث ابواب میاه و آبها. با ما باشید ان شاء الله. هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة. قد سار في درب النبي صحب وأشراف تقى. قوموا إلى الدرب المضيء نسمو ونرقى في علاه ونعانق رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند هیچ گروهی در خانه از خانه‌های الله گرد هم نمی آیند و به قرائت قرآن و تعلیم آن مشغول نمی شوند مگر این که آرامش بر آنها فرود می آید و رحمت الهی آنها را در بر می گیرد و ملائکه آنها را احاطه می کنند و الله متعال در جمع کسانی که نزد او هستند از آنها به نیکی یاد می کند. قوموا إلى الدرب المضيء نسمو ونرقى في علاها ونعانق العيش الهني. نحيا ونرشف من شذا نحيا ونرشف من شذا. هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة. بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله. دوستان عزیز با سلام مجدد. حدیث دومی که میخوام خدمت شما تقدیم کنم در باب آب حدیث است که حضرت ابو هریره روایت میکند که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمزه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. حدیث است که علما این را هم در ابواب میاه ذکر میکنن به خاطر از اینکه وقتی که مگس در آب یا در طعام بیفته چی حکم داره، این حکم را پیغمبر صلی الله علیه و سلم در این حدیث بیان میکنه. راوی این حدیث حضرت ابو هریره است. سابق هم ما بیوگرافی ترجمه حضرت ابو هریره بیان کردیم که نامشان عبدالرحمن بن صخر بود و از جمله صحابه بودن که بیشترین حدیث از پیغمبر صلی الله علیه و روایت کردند. 5374 حدیث از پیغمبر صلی الله علیه و روایت کردند و با برکت دعای پیغمبر صلی الله علیه و ایشان هر سخنی که از پیغمبر صلی الله علیه و میشنیدن حفظ میکردند و ایشان زندگی خود را مدت 4 سال با پیغمبر صلی الله علیه و بودن، همه زندگی را وقف مدرسه نبوت کردند تا نیستن که بیشترین احکامی که از پیغمبر صلی الله علیه و صادر میشه را از پیغمبر صلی الله علیه و نقل کنند و به دیگر امت بیاموزانند. این صحابه بزرگوار روایت میکند که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مورد اینکه وقتی که مگسی در ظرفی، در کاسه یا در گلاسی که دو آب است خوردنی است یا نوشیدنی است میافته چی حکم داره؟ پیغمبر صلی الله علیه و فرمودند اذا وقع الذباب فی شراب احدکم، هنگامی که مگس در نوشیدنی یکی از شما میافته. ذباب مگس را گفته میشه و علما میگن که به خاطر از این ذباب در لغت عربی نامیده شده که زیاد حرکت داره، چون همیشه مگس در حرکت و در اضطراب است. و ابن حجر در فتح الباری روایت میکند که از امام شافعی پرسیده شد که سبب خلقت ذباب یا مگس چی است؟ خداوند مگس را چرا پیدا کرده؟ امام شافعی در جواب فرمودند مذلة للملوک، الله متعال این مخلوق کوچک و ناچیز را به خاطر ازی پیدا کرده که برای پادشاهان نشان بده که شما طاقتی یک اندک مخلوقی از مخلوقات خدا را، کوچکترین مخلوقی از مخلوقات خدا را ندارین. یک کوچکترین مخلوقی از مخلوقات خدا میتونه که شما را اذیت کنه، میتونه که سبب مرگ شما شوه، همچنانه که در بعضی روایات است که سبب مرگ از پادشاههای طغات ظلمه همین مگس بوده که در دماغ ازو داخل شده، در بنی ازو داخل شده تا که به دماغ ازو رسیده و سبب مرگ شده.
اذا وقع الذباب في شراب احدكم، شراب احدکم در اینجا کلمه شراب آمده یعنی نوشیدنی، و در بعضی روایت ها کلمه طعام هم آمده، فی طعام احدکم. پس این مختص به نوشیدنی نیست. وقتی که مگس در نوشیدنی یا در خوردنی یکی از شما واقع میشه، گلاس آب است، کاسه است که داخل از او خوردنی است، هر چیزی که است، وقتی که در داخل از او میافته باید شما چی بکنین؟ فلیغمزه، باید شخص این مگس را دوباره داخل امو شراب یا داخل امو طعام غوطه بزند. در بعضی روایت ها میگه که کلمه کله هم در یکی از روایت امام بخاری هم آمده، کله فلیغمزه کله، یعنی باید همه این مگس را داخل از او نوشیدنی یا خوردنی با غوطه بزند، داخل از او یک بار داخل کنه. ثم لینزعه، بعد از او را دوباره بکشه. در بعضی روایت میگه که فلیطرحه، را کشید باید دو طرف بندازه. در اینجا میبینیم که اولا امر کرده که پیغمبر صلی الله علیه و سلم که او را داخل خوردنی همه از او را غوطه بزنه. بعد از او گفته که ثم لینزعه، بعد از او را از اونجا بکشه. در اینجا کلمه ثم آمده. ثم علما میگن که برای تراخیص، تراخی به این معنا که فعل قبلی در بین فعل قبلی و در بین فعل بعدی باید کمی مکس و کمی انتظار بوده باشه. فعل قبلی غمس است، یعنی غوطه زدن مگس داخل کاسه نان یا آب، و فعل بعدی نزع است، کشیدن از او از داخل کاسه آب و کاسه نان و او طرف انداختن از او. در این وسط باید کمی مکس و کمی توقف بوده باشه. وقتی او را غوطه میزنه کمی توقف بکنه، بعد از او را کشیده او طرف بندازه. علتی از این چی است که پیغمبر صلی الله علیه و آله امر کردن که وقتی که مگس در کاسه یکی از شما میافته باید او را همش را داخل کاسه غوطه بزنین، دوباره او را طرف بندازین. علت چیست که فإن فی احد جناحیه داء و فی الاخر شفاء، به خاطر از اینکه مگس دارای دو بال است، زیر یکی از بالهای از او مرض است و در زیر بال دیگر شفای از اوست. وقتی که در این روایت را ابو داود امام بخاری روایت میکنه و ابو داود، و در روایت دیگری از ابو داود اینو هم آمده که و انه یتقی بجناحه الذی فیه داء، هنگامی که مواجه میشه داخل یکی از کاسه آب یا نان میافته، او اول بال خود را میاندازه که داخل از او چی است؟ داخل از او مرض است. و در بعض روایت ها میگه که انه یقدم السم و یؤخر الشفاء، او امو جناح و بالی که داخل از او زهریات است او را اول میاندازه و دیگه جناح دیگری خود را پسان. لذا شما در این روایت پس دلالت به این میکنه که مراد از این مرض زهریات است که داخل یکی از بال مگس هست. وقتی که بال زهرآلود خود را داخل شراب میندازه، شما او را غوطه بزنید تا که بال دومی از او هم داخل شراب شود، داخل طعام شود و زهریاتی که داخل طعام افتیده توسط بال دومش و از بین بروه، چون در بال دومش شفاست، از بین بروه و این طعام برای شما پاک و خوشگوار شود و دوباره میتونید که از این طعام استفاده کنین. پس ما احکامی که از این حدیث استنباط میکنیم این است که اولا این حدیث دلالت به این میکنه که مگس کشتنش جواز داره. وقتی که داخل یکی از کاسه ها میافته میتونه که او را ما غوطه بزنیم تا که مگس بمره و این مگس او طرف بندازیم. و به هم دلالت میکنه که خوردنش جواز نداره. وقتی که ما او را میکشیم باید گرفته او طرف او را بندازیم، فلیطرحه، یعنی باید او را دور انداخته شود. و همچنین حدیث دلالت به این میکنه که وقتی که مگس داخل شراب یا طعام میافته او طعام را نجس نمیکنه. اما اینکه علتی از این چیز که طعام نجس نمیشه، بعضی علما میگن که علتش این است که مگس از جمله حیوانات بیخون است، خون نداره و هر حیوانی که خون نداره و حیوان آب را یا خوردنی یا نوشیدنی را نجس نمیکنه. لذا با مگس دیگه حیواناتی که خون ندارن، حیوانات خرد ریزی که خون ندارن قیاس کردن، مثل ازی که اگر در کاسه آب یا نان زنبور عسلی بیافته یا زنبور عادی بیافته یا عنکبوتی بیافته، در این حالات هم میگن او آب یا نوشیدنی یا خوردنی نجس نمیشه. لیکن بعضی از علما میگن که علتی از این خون نداشتن نیست، بلکه علتی از این است که مگس زیاد بودن مگس است. بلوا میگن، یعنی انسان همیشه به این مبتلاست
در هر جایی که باشی مگس همراهت است، در خانه و در بیرون، چون زیاد است و انسان از این نمیتونه که دفع کنه از خود همیشه و همیشه وقتی که جلوت کاسه از نان از آب بوده باشه کوشش میکنه خود بندازه، چون نمیشه که همیشه آب و چیز را ما ضایع کنیم و طرف بندازیم. لذا پیغمبر صلی الله علیه و سلم هدایت دادن که اگر در کاسه یکی از شما مگس میافته و مگس شما او طرف بندازین، اول داخل آب غوطه بزنین، داخل نان غوطه بزنین، بعد او طرف بندازین تا که بتونه که از این آب یا از این خوردنی استفاده کنین. لذا اگر علت این بوده باشه ما نمیتونیم که دیگر حیواناتی که خرد و کوچکی که بخون است او را به این قیاس کنیم، امثال زنبور، زنبور عسل، زنبور عادی و عنکبوت اینها. و این حدیث از احکام این حدیث این هم است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای ما یک اعجاز علمی را بیان کرده که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که در مگس که دارای دو جناح است، دو بال است، یک بال از او زهریات داره، بال دومی از او موادی داره که هم زهریات میکشه و از بین میبره. و این یک اعجاز علمی است که الان اطباء را ثابت کردن که زیر یکی از بالها که بال چپی از اوست زهریات است و در این حدیث بال چپ نگفته، اما علما دیدن که همیشه وقتی که مگس خود را داخل کاسه آب یا نانی میندازه همیشه با بال چپی خود میندازه، لذا گفتن که داخل بال چپی از او زهریات است و داخل بال راستی از او موادی است که زهریات را میکشه از بین میبره و این معجزه پیغمبر صلی الله علیه و سلم را الان اطباء هم ثابت کردن و علما به این نظر هستند که این حکم وجوب نیست، یعنی انسان ملزم به این نیست که حتما این کار را بکنه. اگر این کار را کرد کار خوبی است، میتونه که از او طعام استفاده کنه. اگر انسان دلش نکشید نخواست این کار را بکنه، خواست که کاسه‌ای که داخل از او مگس افتاده او را او طرف بندازه، خوردنی یا نوشیدنی که داخل از اوست، این کار هم کرده میتونه، چون امر الزامی نیست بلکه اختیاری است. این بود بعضی از احکام و مسائلی که ما از این حدیث شریف استنباط کردیم و ان شاء الله تا به اینجا تقریبا احادیثی که مربوط ابواب میاه، ابواب آب میشد که علمای اسلام، علمای حدیث که به امور احادیث احکام اعتنا داشتن تقریبا در اینجا خاتمه میابه و بعد از این شروع میکنیم با احادیث دیگری که مربوط اوانی میشه، یعنی ظرفها میشه، ظرفها و کاسه هایی که چه نوع کاسه ها داخل از او نان خوردن آب خوردن جواز داره و چه نوع کاسه ها داخل از او آب خوردن و نان خوردن جواز نداره و کاسه به چه رقم پاک میشه و به چه رقم ناپاک میشه و این مسائل را ان شاء الله در دروس آینده خدمت شما تقدیم میکنیم و خدا حافظتان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.